همه چی که ردیف نیست، ولی خب بازم جای شکرش باقیه. خدای شکرت، خدای شکرت، خدای شکرت، خدای شکرت، خدا شکرت واسه بارون، واسه رد و برق تو دل شب، واسه هوای سرد و گرم، واسه شکمای سیر رخت خواب گرم و نرم، واسه هرکی که اومد به ما ضربه زد چون نمون فقط زد و رفت، واسه چیزایی که من نو امثال من واسه همون سخت درکش مثل مرگ و بعدش، واسه لباسی که رفته رنگش، واسه همه چشایی که غرق عشقه، واسه هرچی که نیست هرچی که هست. ستایش خداوند بخشنده را که موجود کرد از عدم بنده را. سلام، به روز هفتم از دوره 28 روزه شکرگزاری خوش اومدید. عنوان روز هفتم خلاصی از منفی گرایی هست. ما توی این 6 روز تمریناتی دادیم که ذهنتون رو عادت بدیم به انجام کارهای مثبت و قطعاً تا امروز حس و حال خوبی رو تجربه کردید. امروز قراره تمرینی بهتون بدیم که کمکتون کنه یک عادت مثبت دیگه در ذهنتون بسازید تا راحت تر با مسائل و مشکلات زندگیتون کنار بیاین. قبل از اینکه این تمرین رو بدم سوالی ازتون دارم. وقتی با مسئله یا مشکلی مواجه میشید چه واکنشی دارید؟ مثلا اگر بفهمید دچار یک بیماری سختی شدید چه حس و حالی دارید؟ چی کار میکنید؟ اگر رابطتون با یکی از عزیزانتون به هم بخوره چه واکنشی دارید؟ اگر شرایط مالیتون اونجوری که باید پیش نره و یا دچار ورشکستگی مالی بشید چی کار میکنید؟ آیا در مواجهه با این مسائل و مشکلات شروع میکنید به نالیدن، غر زدن، گله و شکایت کردن، انتقاد و سرزنش کردن از خودتون یا دیگران؟ مثلا با خودتون میگید که چرا این مسئله برای من پیش اومد؟ چرا من بیمار شدم؟ چرا هر چقدر تلاش میکنم اونجوری که باید زندگیم پیش نمیره؟ یا با خودتون میگید که این مسئله پیش اومد، چیکار باید بکنم؟ از چه راه حلی میتونم با این مسئله مواجه بشم و اونو حل بکنم؟ اگر جزء دست افرادی هستید که شروع میکنید به غر زدن و نالیدن و توی چرخه ناسپاسی و ناشکری قرار میگیرید، نه تنها مسئله‌تون حل نمیشه بلکه روز به روز شرایطتون بدتر میشه. اما اگر جزء دست افرادی هستید که از خودتون میپرسید حالا این مسئله پیش اومده، چطور میتونم این مسئله رو حل کنم؟ مطمئن باشید که ذهنتون دنبال بهترین راه حل ها میگرده و قطعاً میتونید به بهترین راه ممکن مسئله‌تون رو حل کنید. من خودم شخصاً در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگیم با خودم میگم این مسئله پیش اومده، چی کار باید بکنم؟ چطور میتونم حلش بکنم؟ و دنبال راه حلم. به نظر من زندگی مثل یه مدرسه است و اتفاقات و مسائلی که تو زندگی تجربه میکنیم مثل درس هایی هست که تو مدرسه میگذرونیم. اگر در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگیمون بتونیم درس اون مسئله رو بگیریم و بفهمیم چه نکته مثبتی داره، چه پیامی برامون داره، اون مسئله به بهترین نحو حل میشه. چون درس اون مسئله رو گرفتیم. عین زمانی که مدرسه میرفتیم. از کلاس اول ابتدایی وقتی درس‌ها رو میفهمیدیم، آموزش‌های معلم رو میفهمیدیم و نمرات خوبی میگرفتیم، وارد مرحله بالاتری میشدیم. در واقع اون درس رو پاس میکردیم، قبول میشدیم و نیاز به تکرارش نبود. وارد پایه بعدی میشدیم، وارد مرحله بعدی میشدیم. توی زندگی هم همینه. وقتی با مسئله و مشکلی مواجه میشیم، اگر درس اون مسئله رو بگیریم دیگه نیاز به تکرارش نیست. اگر بیمار شدیم و فهمیدیم که این بیماری چه درسی برامون داره، چه نکته آموزشی داره، دیگه نیاز نیست اون بیماری رو تجربه کنیم. قبول میشیم، وارد مرحله بعد میشیم، رشد میکنیم. در واقع مسائل و مشکلات زندگی برای ما پیش میان تا ما در مدرسه زندگی رشد کنیم، به شرط این که توجهمون روی نکات مثبت
و روی درس های اون مسئله باشه، پیام های اون مسئله رو بگیریم. و زمانی ما میتونیم پیام یک مسئله رو بگیریم که به جای اینکه سرزنش کنیم و بنالیم و غر بزنیم، ببینیم اون مسئله چه درسی برامون داره و چطور میتونیم حلش بکنیم. پس اگر توی زندگیتون در حال حاضر با مسئله مواجه شدید که نمیدونید باید چی کار کنید، همین الان چرخه سرزنش و انتقاد و گله و شکایت رو قطع کنید و شروع کنید به دیدن موهبت‌ها و نکته‌های مثبت اون مسئله. 10 مورد از نکته‌های مثبت اون مسئله رو پیدا کن. بنویس. وقتی شروع می‌کنیم به نوشتن خوبی‌ها، نکات مثبت و درس‌های اون مسئله، حس و حالت خوب میشه. حس و حالت نسبت به اون مسئله خوب میشه. عشق میدی به اون مسئله. وارد چرخه عشق و قدردانی میشی و مطمئناً شرایط برات بهتر میشه. شاید براتون این سوال پیش بیاد که چطور میتونم از دل مشکلات زندگیم نکات مثبتش و موهبتاشو پیدا کنم وقتی حالم بده، وقتی پول تو جیبم نیست، وقتی رابطه‌ام به هم خورده، چه نکته مثبتی داره؟ چند تا مثال در مورد بیماری، مسائل مالی و رابطه بهتون میگم تا انجام این تمرین براتون راحت بشه. وقتی بیمار میشید، به جای اینکه تمرکزتون رو بیماری باشه، ببینید اون بیماری چه پیامی براتون داره. شاید اون بیماری داره بهتون میگه که یک سری اطلاعات فاسد تو ذهنت داری و نیاز هست که اونها تخلیه بشن. ما تو دوره‌های مختلفی که برگزار کردیم این مسائل رو به خوبی مطرح کردیم که ریشه 90 تا 95% بیماری‌ها از افکار، احساسات منفی، خاطرات و تصاویر منفی است که از گذشته تا الان تو ذهنمون ذخیره شده. و اینها باید دور ریخته بشن. فاسدن، به در نمیخورن. و دورریز این اطلاعات فاسد دست خودمونه. اختیاریه، باید انتخاب کنیم، باید بشناسیم اون اطلاعات فاسد رو و دور بریزیم. و تو این چند سال تجربه کاری من، وقتی که افرادی که به من مراجعه میکنن حتی بیماری های سخت دارن، میان و بررسی میکنن اون افکار فاسدشون رو که منجر به بیماریشون شده، احساسات منفی که سرکوب کردن، خاطرات و تصاویری که سالها تو ذهنشون جمع شده بوده، اونها رو پاکسازی میکنن، خیلی راحت سلامتیشون رو به دست میارن. پس بیماری ها خبر از وجود اطلاعات فاسد میده. باید اونها رو شناسایی کنیم و دور بریزیم. پس از بیماری تشکر کن. خوشحال باش که داره بهت نشونه میده، بهت علامت میده که یک سری اطلاعات فاسد تو ذهنت باید دور بریزی. پس رو اونها متمرکز باش و از بیماری تشکر کن. یکی از اون اطلاعات فاسد میتونه این باشه که همیشه دیگران براتون تو اولویته. همیشه دیگران رو به خودتون ترجیح میدید. توی تله ایثار، مهرطلبی و تایید طلبی هستید. قدرت نگفتن ندارید. خودتون رو نمیبینید، خودتون رو نادیده میگیرید، خودتون رو دوست ندارید، به خودتون عشق نمیدید و همش دنبال این هستید که دیگران راضی باشن و این باعث میشه که بیمار بشید. پس این یک اطلاعات فاسدی هست که نیاز هست بررسی بشه و دور ریخته بشه. شاید این بیماری بهتون میگه شما خشم، نفرت، کینه، ترس رو زیاد تجربه کردید. اینها رو سرکوب کردید. نخواستید یا نتونستید خشمتو مدیریت کنید. نتونستید ترستو مدیریت کنید. سرکوبش کردید. و اینها ذره ذره مثل ذرات قند و چربی تو بدن جمع شده و الان داره سرریز میکنه. الان داره به شکل بیماری نشون داده میشه. پس به جای اینکه احساساتتو سرکوب کنی، اونها رو یاد بگیر مدیریت کنی. بنابراین از بیماری تشکر کن. داره باهات حرف میزن. داره بهت میگه به خودت توجه کن، به خودت احترام بذار، نیازهاتو در نظر بگیر. تله های ذهنی تو باز کن، گره های ذهنی تو باز کن، برای خودت وقت بذار. بیماری به شما کمک میکنه که سفری به درون خودت داشته باشی، خودتو بشناسی، به خودت اهمیت بدی. این میشه درس های اون بیماری. این میشه بیماری باعث میشه که شما به خودت توجه کنی.
پس ازش تشکر کن. ممنونش باش که داره بهت یادآوری میکنه که مراقب خودت باشی. یه دوره ما داریم تحت عنوان لایف کوچینگ که همه این مسائل رو من درش بررسی کردم و شما با گذراندن این دوره متوجه اشکالات درونی خودت میشی. به یه خودشناسی عمیق میرسی. نه تنها بیماری رو میتونی برطرف بکنی، میتونی به دیگران هم کمک کنی. من همیشه میگم افرادی که تو این دوره شرکت میکنن از کسی که کاسه چه کنم دستشه تبدیل میشه به فردی که میتونه به دیگران مشاوره بده، میتونه کمک دیگران بکنه. شما این دوره رو بگذرونی، نه تنها مسائل خودت رو حل میکنی، چون به شناخت کامل از خودت میرسی، میتونی به دیگران هم کمک بکنی. چند جلسه از این دوره رو به صورت رایگان براتون قرار میدم. اگر دوست داشتید استفاده کنید به این شماره پیام بدید، بگید دوست دارم از دوره لایف کوچینگ استفاده کنم. چند جلسه رایگان براتون میذاریم، دوست داشتید ادامه بدید. پس یکی از موهبت‌های بیماری اینه که ما رو متوجه خودمون میکنه. وقتی نشستی موهبتاشو نوشتی، پایانش بنویس خدایا ممنونم بابت راه حل عالی، ممنون که کمک کردی سلامتیمو به راحتی به دست بیارم. این از مسئله بیماری. وقتی دچار مشکل مالی میشی، به جای اینکه بنالی، ناراحت باشی، غر بزنی، ببین اون مسئله مالی چه پیامی برات داره. شاید داره بهت میگه که برو زخم‌های مالی دوران کودکی تو شناسایی کن. برو باورها، احساسات منفی که در ارتباط با پولداری رو شناسایی کن. رابطت رو با پول اصلاح کن. شاید مسئله مالی شما به دلیل کوچیک بودن ظرفیت دریافتته. شاید مسئله مالی شما اینه که ظرفیت دریافتت بزرگه اما ترک داره. پول میاد تو زندگیت اما سر میخوره میره. و این به دلیل اون افکار و احساسات منفی که راجع به پول داری. پس مسئله مالی باز داره به ما میگه که توجه رو ببر به سمت درون خودت. اشکالات درونی تو پیدا کن. هوش هیجانی مالی تو مدیریت کن. احساسات تو مدیریت کن. خاطرات و تصاویر منفی که راجع به پول داری رو پاکسازی بکن و در مسیر جذب پول شاد قرار بگیر. که یه دوره آشتی با پول هم داشتیم، تو جلسه 5 هم گفتم شما میتونید چند جلسهش رو رایگان استفاده کنی تا متوجه اشکالای مالیت بشی. پس وقتی دچار مسئله مالی میشی، از اون مسئله تشکر کن که داره بهت کمک میکنه شناختت از خودت و زندگیت بیشتر بشه. اگر تو رابطت مشکل داری به همین صورت ببین که شما توی اون رابطه الان که رابطت قطع شده یا با هم دیگه قهرید چی داری به دست میاری. شاید یه فرصتیه برای اینکه بیشتر به خودت بپردازی، بیشتر به نیازهای خودت توجه کنی، بیشتر به خودت عشق بدی، دست از تایید طلبی، مرطلبی و تله حالا ایثار و اطاعت و اینا برداری. شاید نیاز هست که شما از وابستگی دست بکشی، به خودت تکیه کنی. پس وقتی دچار مسئله میشی از اون فرصت به بهترین نحو استفاده کن. خوشحال باش که فرصتی پیش اومده تا خودت با خودت باشی، خودتو بیشتر دوست داشته باشی. پس اگر بتونید در دل مسائل و مشکلات زندگیتون نکته‌های مثبت، موهبت‌ها رو پیدا کنید، مطمئن باشید اون مسئله به بهترین نحو حل میشه. همونطور که خداوند در قرآن کریم به ما میگه فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، همانا به همراه هر سختی آسونی هست. و باز تأکید میکنه مسلماً همراه هر سختی یه آسونی هست. پس در دل هر مشکلی، در دل هر مسئله قطعاً نکات مثبتی هست. اون نکات مثبت رو ببینید و مطمئن باشید که حستون عالی میشه، توی چرخه خوبی قرار میگیرید و شرایط و اتفاقات خوب رو جذب میکنید. پس تمرین امروز اینه، در دل مسائل مشکلات زندگیتون 10 نکته مثبت رو پیدا کنید و در پایان اون نوشتنها وقتی نکته‌های مثبت رو می‌نویسید بنویسید خدایا ممنونم بابت راه حل عالی. و اما مورد بعدی، همین امروز رو عادت کنید به این که
افکار منفی رو تو ذهنتون متوقف کنید. کلام منفی به زبون نیارید. غر نزنید، شکایت نکنید. وقتی یه مسئله منفی هم پیش میاد، همون لحظه اون فکر رو اینجوری در واقع بیاین مدیریت کنید: ممنون که با من همراه شدی. خدایا ممنون بابت این که منو متوجه افکار خودم کردی. و اون فکر رو با عشق رها کنید. و اما تمرین امروز، جدای از تمرین روز اول و دوم که پایه ثابت این دوره هست، یک مسئله یا مشکلی که دوست دارید حل بشه رو در نظر بگیرید. بعد 10 نکته مثبت از دل اون مسئله در بیارید. در پایان بنویسید که خدایا ممنونم بابت راه حل عالی. و امروز هم سعی کنید که کلام منفی به زبون نیارید. یه مراقبه هم برای امروز ضبط شده، در اختیارتون قرار میگیره. حتما گوش بدید. هم حس و حالتون رو عالی میکنه و هم کمکتون میکنه تا راحت‌تر تمرین رو انجام بدید. ممنون که با من همراه بودید. دوستتون دارم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. شاد و سپاسگزار. خدا شکرگزاری که ما را به ره صدق و صفا و کرم و عدل چنان کرده هدایت، سر لطف و عنایت که ز ما خلق ندارد شکایت. به از این نیست حکایت، به از این چیست درایت، که ز حسن عمل ما به نهایت همه کس راست رضایت. چه خداوند و چه مخلوق خداوند، بگیتی همه باشند ز ما راضی و خرسند. و به توفیق الهی بتوانیم در این دار فنا زندگی سالم و بی دغدغه ای داشته باشیم. در آن دار بقا نیز خداوند کند قسمت ما نعمت فردوس برین را.